هر سال وابسته به همین استپندیای بین‌المللی درخشندگان سال گذشته 36 نفر به تاجیکستان برگشتند. بعد اینجا هستن نفرانی که یا تحصیل رو دوام ادامه کردن نمیتونن یا نفرانی هستن که بعد از تحصیل میخوان که در همون کشور هستند. پیش از آن که دانشجو به خارج کشور قبول میشد با او شرطنامه دو طرفه و سه طرفه بسته میشود که در اون شرطنامه گفته شده است که در حالتی که دانشجو اگر به جمهوری تاجیکستان برنگشت مبلغی که جمهوری تاجیکستان از طرف استپندیای بین‌المللی درخشندگان برای او در دوام 4 سال و 5 سال صرف کرده است آن را دو کرته به جمهوری برمیگرداند و از سال 2013 علاقه ما 3 نفر را به دادگاه کشیدیم که آنها موظف شدند که در دوام 6 ماه مبلغی که از طرف استپندیای بین‌المللی جدا شده است آن را به وزارت مالیه برمیگرداند. چقدر است همین مبلغ؟ برای یک دانشجو این وابسته است به اون دانشگاهی که اون کس میرود. سازشنامه‌ای که بین مرکز برنامه بین‌المللی بسته میشود و همون دانشگاهی که دانشجوی ما در آن تحصیل میکند. فرض کردیم در دانشگاه روسیه باشد اونجا مبلغش از 3 تا 8 هزار دلار در یک سال میشود. و فرض کردیم از سال 2013 علاقه ما با اروپا روان میکنیم نفران دانشجویان فرض کردیم در جمهوری لهستان در پولشا یک سال تحصیل تو 4.5 هزار یورو است. یعنی اگر در 4 سال و 20-25 هزار یورو خرج میشد برای یک دانشجو در حالت برنگشتن همین دانشجو به تاجیکستان و جمهوری و باید موظف است که بعد از ختم به تاجیکستان برگردد موافق همون شرطنامه و 5 سال در تاجیکستان کار کند. در حالت برنگشتن اگر فرض کردیم استپندیای بین‌المللی فرض کردیم اگر 30,000 یورو را خود مصرف کند باید موظف است که همون رو 2 برابر یا 60,000 یا 50,000 به وزارت مالیه برگرداند. این اصلا در دانشگاه‌های روسیه بودند و بعضیشان وابسته به همون سبب یک تاش از عهده خواندن برآمدن توانست و دانشگاه را ترک کرد. یک نفر دیگر با سبب بیماری دوردراز از تحصیل دست کشید و نفر دیگر بعدی خواندن دیگر به تاجیکستان برگشتن. استاد همین استپندیای همین درخشندگان برای چی دیر میگذارد؟ یعنی تا ماه‌های نوامبر طول میکشد که مثلا بعضی آنها میگویند که یعنی مشکل در خوابگاه‌ها پیدا میشود. اصلا این به آن وابسته است که از وزارت مالیه پول وقتی که جدا شدنش این یک مدت معین است و برای همین هم هر سال این مشکلی هست تا ماه نوامبر تا ماه بعضا دکامبر و یک چند سبب دارد. این یک سببش اگر فرض کردیم جدا شدن مبلغ از وزارت مالیه باشد، سبب دیگرش فرض کردیم بعضی دانشگاه‌های هستند که همون پولی که برای خواندن است و برای فرض کردیم سقوط طبی است و برای خوابگاه است و برای فرض کردیم خانش همون استپندیای همون دانشجو است همون سر وقت نمیفرستند.